نگاهی به بازداشت‌ها، محکومیت‌های صادر شده علیه فعالین مدنی و مخالفان حجاب اجباری در ماه گذشته نشان می‌دهد در حالی که بیشتر افکار عمومی و جامعه جهانی به سوی افزایش تنش در خلیج فارس متمرکز شده، سرکوب جامعه مدنی در ایران شدت گرفته است. سازمان حقوق بشر ایران خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به نقض گسترده حقوق بشر و به خصوص سرکوب کم سابقه جامعه مدنی در ایران شد. محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان، گفت: به نظر می رسد که رهبران جمهوری اسلامی از تنش موجود در خلیج فارس که خود از عاملان تشدید آن هستند، به عنوان سرپوشی برای سرکوب بیشتر مردم ناراضی و جامعه مدنی استفاده می کنند. ما بار دیگر از جامعه جهانی به خصوص کشورهای اروپایی می خواهیم که نقض حقوق بشر را در صدر گفتگوهای خود با جمهوری اسلامی قرار دهند. طبق آمار جمع‌آوری شده توسط سازمان حقوق بشر ایران، در ماه آگوست سرکوب جامعه مدنی از طریق بازداشت فعالان و محکومیت بازداشت شدگان شدت بیشتری به خود گرفت و ده‌ها نفر بازداشت شدند. در کنار این موضوع باید اشاره کرد در ماه آگوست تاکنون اعدام 23 زندانی در زندان‌های مختلف ایران به ثبت رسیده که از این میان رسانه‌های داخل ایران تنها 8 اعدام را تایید کردند. Audio Jungle.